سلام دوستان، امروز میخواستم یک کتابی بهتون معرفی کنم به اسم سیندر از مجموعه لونار. سرگذشت یک پادشاهی. لونار سرگذشت یک پادشاهی. این کتاب راجع به یه در واقع یه ریتلینگ یعنی چی؟ یعنی دوباره گفتن. ریتلینگ داستان سیندرلاست، منتها خیلی با داستان اصلی متفاوته. بیسش همونه ها تقریبا، ولی خیلی بهتر از اونه. خب یعنی اینطوریه که این در مورد یه دختریه به اسم سیندر که یه سایبورگه. سایبورگ یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که یه سری از اعضای بدنش فلزیه و علاوه بر اینکه سایبورگه مکانیکه و توی شهری به اسم پکنو زندگی میکنه. و این داستان مال بعد از جنگ جهانی چهارمه که مال بعد از جنگ جهانی چهارمه و در واقع مال اون دوره است. ولی خب نمیدونم چجوری بعد از جنگ جهانی چهارمه، ولی تا اون تازه داره شیوع پیدا میکنه و هنوز درمانی واسهش پیدا نشده بوده. یعنی تو اون دوره است، نمیدونم چجوری، ولی خب سیندر بهترین مکانیک شهره و هر روز به بازار میره و کار میکنه و اون پولی هم که بنده خدا در میاره میره تو جیب آدری، مادر ناتنیش یا همون نامادریش، و آدری اون پولو که سیندر خودش به دست آورده برای زندگی خودش و بچه‌هاش یعنی خرج میکنه. البته بچه‌ها جفتشون دخترای همون مادر ناتنیه اونقدر جفتشون بدجنس نیستن. یکیشون بدجنس، پرل خواهر بزرگتر، و پیانی سیندر رو دوست داره و باهاش اوکی. و این تو دوره این کتاب که هر مثلا آدمی یه اندرویدی با خودش همراه داره به عنوان دستیار، یعنی همه دارن و تکنولوژی خیلی پیشرفته تره. مثلا روی دیوارای شهر یا روی ساختمونا مثلا یه چیزی هست به اسم ایستا نمایشگر که یه چیزی مثل یه صفحه نمایشای گنده است که خبرها رو پوشش میده و اینا. یه روز شاهزاده کایتو میاد پیش سیندر و ازش میخواد اندرویدش رو واسهش تعمیر کنه. سیندر میگه باشه، ولی خب یه اتفاقی میفته که اون فضا از یه حالت آروم پرتنش میشه. میفهمن که یکی از نانواهای محلی نزدیک مثلا قرفه سیندر تا اون گرفته. همه سریع اون محوطه رو خالی میکنن. سیندر و ایکو، همون اندروید خود سیندر، سریع میرن سمت خونه. میفهمن که مادر ناتنیه و دختراش دارن یه خیاط استخدام کردن برای اون مهمونی و داره واسه شون لباس میدوزه. سیندر میگه که من میتونم بیام. مادر ناتنیه میگه آره، ولی باید اول کمربند مغناطیسی رو گیر بیاری، یه کمربند مغناطیسی. سیندر میگه باشه، میاد تو زیر زمین که دنبال کمربند مغناطیسی بگرده. پیانی میاد، همون خواهر کوچیک‌تری که گفتم باشه اوکیه. وقتی که پیدا نمی‌کنن میرن تو اوراق فروشی دنبالش میگردن. یه ذره حرف میزنن با هم و این داستانا که یهو پیانی متوجه میشه تا اون داره. سیندر سریع زنگ میزنه به اورژانس یا همون بهیار درویدا و میان پیانی رو میبرن. خودش رو هم متوجه میشه که مادر ناتنیش به عنوان سایبورگ منتخب که یه واکسن مال احتمالیه تا اونو بهش تزریق کنن ثبت نام کرده اسمشو، یعنی اسمشو دادن برای این کار، با اینکه سیندر خودش هیچ اطلاعی نداشته و اصلا نمیخواسته. ولی خب میان به زور میبرنش به یه جایی که ازش تست بگیرن و این داستانا.
و باید دید که چه اتفاقی برای سیندر میافته. من این کتاب رو خیلی دوست داشتم، فکر نمی کردم انقدر قشنگ باشه. خیلی هم خوشحالم که جلد دومش هم گرفتم و اینا. این مجموعه 4 جلد، 2 جلدش از توسط نشر هوپا منتشر شده، سیندر و اسکارلت جلد دومش. و این کتاب باعث شد که من یادم بره دارم کتاب میخونم و همین باعث شد که خیلی دوستش داشته باشم. امیدوارم که شما این کتاب رو بخونید، ازش لذت ببرید. نویسنده کتاب میسا مایره، مترجمش مهنام عبادیه، از نشر هوپا. و این چیزی که راجع به این کتابم بیشتر دوست داشتم اینه که هم رومانسش به اندازه بود، یعنی خیلی نه زیاد بود نه کم بود، و یه حالتی که چند تا ژانر رو با خودش توی یه کتاب داشت. اینش رو خیلی دوست داشتم و همه چیزش رو تعادل بود و این خیلی خوب بود. نمره من به این کتاب 9.5 از 10، به خاطر اینکه تو 150 صفحه اول خیلی جذب نشدم، انگار یه جور مقدمه بود برای بقیه کتاب، ولی خب بعدش خیلی خوب شد. تا ویدیو بعدی و کتاب بعدی، خداحافظ.